با سلام، دکتر مینا نریمان هستم. یه سوالی که خیلی خیلی زیاد هم تو دایرکت هم تو مطب از من پرسیده میشه و خیلی جالبه که حالا بیشتر از اینکه نوجوانان این سوالو بپرسن، مادرها و خانواده ها برای نوجوانشون میپرسن. انواع تزریقات داخل بینی، از چربی سوز گرفته تا انجام اقداماتی مثلا تزریق فیلر یا ژل داخل بینی. من اونجا گفتم، اینجا میگم یک بار دیگه تاکید میکنم روش. دوستان، بینی محل اجرای انجام هیچ گونه تزریقاتی نیست. خواهش میکنم با توجه به اینکه بافت بینی بافت فضاداری نیست، یعنی ما اونجا غضروف داریم، پوست خیلی زیادی نداریم، بافت عضلانی خیلی زیادی نداریم و کلا فضا نداریم تو بافت بینی. در نتیجه اگر شما اقدامی اونجا انجام بدین که باعث بشه به رگ فشار بیاد یا فشار بافتی بالا بره، میتونه نتایج فاجعه باری برای بیمار داشته باشه و میتونه دردسر بزرگی درست کنه. بارها توی همین پیج من عکس‌های متعددی از پیج همکاران و اساتیدم که متخصص گوش و حلق و بینی بودن گذاشتم. گرفتاری‌های مریض، نکروز بینی از بین رفت، یعنی خورده شدن اون حالا بافت، بخشی از بافت بینی و بدنما شدن صورت رو نشون دادم. بازم دوست داشتم اینجا یک بار دیگه تاکید بکنم که بینی رو در نهایت اگر حالا خیلی با فرم بینی و مدلش مشکل دارین، در نهایت اینه که جراحی کنید. یه نکته بسیار مهمتر این که افرادی که بینیشون رو جراحی کردن که مطلقاً اجازه ندارن هیچ گونه تزریق و دستکاری غیر از جراحی روی بینی انجام بدن. تزریق فیلر، تزریق آنزیم یا هر گونه چیز دیگه تو بینی که جراحی شده که دیگه منع مطلق داره. ممنونم که همراه ما بودید.